ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 36-умро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. در این 10-12 روز که پسر قهرمان خلقهای ترک نژاد سردار انور پاشا به خاک بخارای شریف تشریف آوردند، فضای بخارا، هوای بخارا، روحی مردمی بخارا به فیض معطر و علوی گشته است. به این شبهه نیست. ما در چند جای با ایشان صحبتها گذرانیدیم، مرام و مقصدمان را گفتیم. من تکلیف می کردم که این ضیافت را، این جمع آمد را چون جمع آمدی با تنتنه مهمانداری نشماریده مجلسی کاری و عملی حسابیدن لازم. ما می توانیم در سر این دسترخوان پرناز و نعمت درباره وطن خرابمان، درباره ملت افتاده امان سخن کنیم و به این مجبوریم. بس اکنون بس است خاموش نشستن. جوانهای ملی بخارا حاضرند که خودی همین شب قیام کنند و خاک مقدسی وطنشان را از دشمن پاک کنند. لیکن به ما یراق دهید، به ما سردار دهید، به ما راهبری کنید. من به سلامتی و موفقیت کارهای سردار انور پاشای بزرگ می نوشم. انور قدح را به لبش برد و کمی نوشیده بر روی دسترخوان گذاشت و بعد از گوشت کباب با چنگچک گرفته اندکی تناول کرد. وی خاموش نشسته سخن مصایف را با سخنان این جوان مقایسه کرده می دید. گرگی باران دیده بر این می نماید، این مردی غلچه‌ای بیمو. بگمان سیاست و نیرنگ بازی های فرنگی ها را نقص می داند و نمی خواهد که به وعده پوچ باور کرده منصبی تیار و دولت نقد را از دست دهد. این از یک جهت خوب. من با آدمی هوایی و بیمغز سر و کار کردن را نقص نمی بینم. با وی جدی گپ زنان کرده زودتر به طرف کوهستان به نزد باسمچیان رفتن لازم. در آن طرفها آدمان خودی هستند. حسن بیک در ترمیز، علی رضا افندی و دانیار بیک با همراهی عثمان خواجه به همان طرفها رفتگی. بله، در بخارا دیر ماندن خوف دارد. جنابان افندی ها، گفت انور از جا برخاسته. همه خاموش شدند. وی قدح را به دست گرفت و به سخنش دوام داد. من و رفیقانم از لطف و احسان مرحمت شما خیلی منت داریم. ما روشن دیده ایستاده ایم که جوانان ملی بخارا با حس ملت پرستی، وطن پرستی و اعتقاد به دین مبین اسلام سرشارند. می خواهند که هرچه زودتر به وطن و به ملت وفا کنند، شورش بردارند، زنند، شکنند و همه هر چیزی که به اعتقاد آنها، به ملیت آنها، به وطن دوستی آنها خلل می رسانند از میان برداشته پرتایند. این خیلی خرسندی آور است. این به من و به رفیقان من روح، باوری و جسارت می بخشد. بله، جسارت. به دقت احباب می رسانم که من و رفیقان من از آدمانی کم جرأت نیستیم. به این شرح و ایضاح لازم نیست. لیکن وقتی که دسیسه دشمنی، فریب و مکر در میان است، شیر ژیان هم قدمش را باید دانسته ماند. من روی راست می گویم، از روزی که ما به بخارا وارد شدیم، معامله اداره های سیاسی آدمان جداگانه و خصوصا روس‌ها نسبت به ما دشمنانه است. در اطراف ما همیشه آدمان نامعلوم می گردند.
ما را تعقیب می کنند و ما روی خوش نشان نمی دهند. در این مجلسی که از اغیار خالی است، در حقیقت در آن مجلس یگان تا هم از آدمان چیکه در آمده نتوانسته بود، ولی در این مجلسی که همه دوستان و خیرخواهان ما حضور دارند، پنهان نکرده میگویم که پس از صحبت با سفیر روسیه یورینیف عزم ما جزم شد که هرچی زودتر از بخارا برآمده رویم. در وقت صحبت یورینیف از ما همین را تأکیداً می پرسید که ما از بخارا کی می رویم، چطوری که ما می دانیم بلشویکان روس سخن را به هوا نمی پرتایند. آنها در پس این سخن عمل هم می کنند. بنابراین عقل می گوید که هرچی زودتر در اینجا سخن را خاتمه داده به سر کار رفتن لازم. من به سلامتی آن جوانهای می نوشم که مثل سایقه جوشان و خروشانند و به هر دعوتی وطن و ملت حاضر و آمادند. در آن شب ضیافت و مجلس خیلی سخنها گفته شد، خیلی قدح‌های تملق‌کارانه برداشته شد و نهایت طرفین هم انور و شریکانش هم جدیدان بخارا لازم دانستند که به گفتاری عملی گذرند. و جدیدها معلوم شد که انور با شریکانش بی هیچ چیز فقط با وعده خام آمده است. کی می داند؟ شاید در فرنگستان سرسری گشتن به جانش رسیدگی است و از خواجگانش یگان کاری پرسیدگی است. خواجگانش نیز به وی همین کاری نامعین و بی پول را تکلیف کردگی است. به فلان جا می روی، ملتی ترک دین اسلام را دستک می کنی، سرداری باسمچیان می شوی، آنها را متحد می کنی، ما به تو یراق و اسلحه و پول رسانیده می استیم. اگر موفق شدی نانت بر افغان، اگر نشدی از طاریعت. انور هم بخت از توکل گفته خیسته آمدگی. خیر، کاری کردن لازم که خودی انور با دوستانش برآمده روند. این جنگی ها به این کار همراهی نکنند. نباشد گپ همین، گفت در آخر موسایف. پس از 2 روز شما و رفیقانتان را کارکنان میلیتسیا که آنها نیز ترکان عثمانی می باشند با یراق و اسلحه و غیره تأمین نموده با مقصد شکار به بیرون شهر می برند و راست به طرف قرشی گذشته به واسطه ترمیز و قبادیان به اطراف دوشنبه به نزد مجتهدان می روید. البته در آنجا با جناب عثمان خواجه افندی وامی خوریم، گفت انور. به این شبهه نیست. باقی مانده کار همه در دست آن کس می شود. من گمان می کنم که انشاءالله دوشنبه را خالی کرده گرفته هم به یراق صاحب می شویم هم به پایتخت. انشاءالله فتح و نصرت ان قریب است. همه دست برداشتند و آمین گفتند. بخارای پردیده و عذاب کشیده من، چه روزهای تیره و شبهای پرتشویش را گذرانیده، چه بدبختی و کلفتهای طاقت فرسا دیدی، چه علم و عقوبتها را پسی سر کردی. از 12 دروازه تو سال است 12 ماه، کینه و بغض و غرض، دشمنی و تاراجگری داخل می شد. بهترین فرزندانی تو را می کشتند، شیره و شربتی تو را می مکیدند، علم و مدنیتی تو را پایمال می کردند و بایگری تو را به غارت می بردند. مگر آنهایی که به گذاشتن بنیادی تو عرقی جبین ریختند، به شکوه و جلال قصرهای مدنیت، مدرسه ها، کتابخانه ها، مهمان خانه ها
و کاشانه های زیبای تو همه دانش و هنری خود را به کار بردند. اساسی همه هنرها و کسبها را گذاشتند. برای تاراج کرده شدن تو مهنت کرده بودند. مگر زرگرانی زرین دستی نازک هنر، مسگرانی معجزه کار، بافندگانی سحرکار، دریدگرانی بی همتا برای راهزنان، مفتخوران و کله‌بوران کار می کردند؟ نه، هرگز نه. من می دانم که از 12 دروازه تو بغیر از آن که گفتم این چنین علم، مدنیت، دوستی، صداقت و رفاقت هم داخل می شد. من می دانم که در آغوش پرلطف و احسانی تو قهرمانان، دلیران، حمایتگرانی تو نیز تربیه می یافتند. آنها را تو می پروریدی، تو به وایه می رسانیدی، تو کلان می کردی. تو باوری داشتی که آنها از خاک پاکت همه آلایش ها را دور کرده می پرتایند. به فرزندانی تو، به خلقی زحمتکشی تو، همه آنچه از مهری پرخاصیتی تو به عمل می آمد نصیب می گردانند. من می دانم که اسد مخصوم، ابراهیم گلو، انور پاشا، حاجی سمی و باز دیگر و دیگران نیست و نابود می شوند. بله، بگذرد این روزگاری تلختر از زهر، باری دیگر روزگاری چون شکر آید. همین طور هم شد. لیکن من که باری دیگر یک قسم آن تاریخ را ورق زده می بینم، من که از پرده های دلم درد و علم و عذابهای تو را باز یک باری دیگر فشرده می گذرانم، تا که آن از نوگ خامه‌ام رنگ هستی گیرد، می تپم، می گریم، عذاب می کشم. نفرتم می آید از آنهایی که از تو روییده، تو را زیر پا کردنی، فروختنی شدند. غضبم جوش می زند به آنهایی که برای کیف و صفای خود، برای مقصدهای افلاس خود از ریختن خون فرزندانی نیک تو پرهیز نکردند. همه آنهایی را که به تو خیانت کردند و یا خیانت کردنی هستند محکوم می کنم. من جانم را از تو دریغ نداشتم و دریغ نمی دارم و تا قطره خون در بدن هست خیریت، پیشروی و بخت و سعادتی تو را می خواهم. این امیرانی واپسین، این لعنتی های خیانتکار که با نام اسد مخصوم و انور پاشا بروی خاکی مقدسی تو فتنه برداشته بودند، عنقریب زیر و زبر می شوند و من همراهی تو گویا آن روزها را باز از سر گذرانیده باشیم، آسوده نفس می کشیم. حالا که اسد مخصوم در بایسون و انور پاشا در بخاراست، بیایید در پی کار آنها شویم. اولی روز 7 نوامبر سال 1921 در سحری پرفیض سالانه عید کبیر اکتبر، انور پاشا چه یک خواب دهشتناکی دیده با تلواسه چشم کشاد و خود را در خانه 11 بالاری آزاده دید که در روی کتی ملایم یازیده است و در پایان کتی او بروی قالین پددار جاگه پرتافته 2 همراهش خوابیدند.
به شما چی شد؟ گفت حاجی سمی که از نالیدنهای انور بیدار شده بود. اینقدر تلباسه کردن نالیدید مگر یگان خوابی بد دیدید؟ نپرس، گفت انور، هم خوابی نغز دیدیم هم بد، نمیدانم چی تعبیر کنم. من به خواب باوری ندارم، گفت حاجی سمی، لیکن گویید کنی چه خواب دیدید، شاید تعبیر کرده توانم. خواب دیدیم که، گفت انور، در یک میدانی وسیع بیکنار لشکری بیکنار جمع شده است. من در اسبی سفیدی مست سوار، در تنم لباسهای دامادی. بلی نغز در خاطرم مانده است، لباسهای دامادی خرسند و شاد اسب دوانده صفی لشکر را از نظر می گذراندم. بعد از پیشم یک دریا برآمد پر از خون. میفهمی؟ دریایی پر از خون. اسبی من بی هیچ ترس و وهمی از دریا گذشته است، اما لشکرها که از قفای من می آمدند، همین که به دریا می رسیدند نیست می شدند. نهایت تنها ماندم. یک وقتی بینم امیر بخارا، کاش که من او را دیده باشم، یک موی سفیدی بدقباق به پیش من آمده، سله تاجدارش را گرفته به سر من پوشانیده است. سله چنان وزنین بوده است که سرم برداشته نتوانسته خم شده است و سله برویم خمیده پیش راهی نفسی مرا می گرفته است. هر چند می کردم که سله را از سر و رویم دور کنم، هر چند می خواستم نفس راست کنم، نمی توانستم. در همین کشمکش بیدار شدم. امیری بخارا می شوید، لیکن کمتر نفستان تنگ می شود، عذاب می کشید. تعبیرت همین؟ چی می شد؟ نادرست. من امیر نمی شوم، من دیکتاتور می شوم و دیکتاتوری تمام ترکستان. در این دم از کوچه آواز موسیقی و غلغله عید کنندگان به گوش آنها رسید. این چی ماجرا؟ پرسید انور. ندانم، گفت حاجی سمی. این نمایش عید اکتبر، گفت خوابالود محی الدین بیک. امروز عید اکتبر کو، 7 نوامبر. عید اکتبر، گفت و انور خاموش ماند. و عید را باعث این عید را انقلابی کبیر را که تمام دنیا را به لرزه آورده بود بد میدید. نه فقط بد میدید، بلکه با تمام هستی خود نیستی آن را میخواست. سالهای اولین جنگ جهان وی چون جاسوسی گرمانیای کیزری نام برآورد و لشکری ترکیه را به مقابل روسیه و انگلیا برد. برای نام برآوردن خود و منفعت کپیتال گرمانیا فرزندان بیگناهی ترکیه را طعمه توپ کرد. پس از جنگ و انقلاب کبیر ترکیه که آن را مصطفی کمال راهبری می کرد، چون وطن فروش و خائن از ترکیه رانده شد، در غربت خوار و زار شده گشت. و نغز می دانست که به انقلاب ملی ترکیه انقلاب کبیر اکتبر بی تأثیر نمانده بود. اگر انقلاب اکتبر نمی شد، اگر لینین به جهان ندای صلح را نمی داد، اگر شعاع آفتاب اکتبر بال و پری شب پرکان جنگجو را نمی سوخت، کی می داند؟ شاید در ترکیه انقلاب نمی شد. شاید حالا انور داماد خلیفه روم در بیزنس قدیم حکمرانی کل می شد. انقلاب اکتبر سرزمین ترکستان را که یک قسم آسیایی میانه بود و انور بر این ذاتها با این نام
تمام آسیای میانه را می نامیدند نیز از ظلم و اسارت آزاد کرد. انقلاب اکتبر کاوکاز را، نیم جزیره کریم را که انورها یک جزوی ترکیه می نامیدند نیز به صاحبان حقیقی این سرزمین ها بخشید. پس انقلاب اکتبر عرصه را در روی عالم به انور تنگ کرده بود. بنابران بود که با شنیدن نام عید اکتبر افزای او دیگر گشت و خاموش ماند. در همین جا در سرزمین بخارای قدیم هم که وی گویا پناه جسته راهی پیشروی کاری سربسته اش را جسته آمده است، نیز او را انقلاب اکتبر تعقیب می کند. این غلغله، این نداهای خرسندانه مردمی آزاد، این سرود و موسیقی همه به گوش وی تیر برید می رسند. خیزید و این ماجرای بلشویکان گوش داده خواب کردن به شما معقول برید، گفت وی. خودش از جا جهیده برخاست. انور می خواست که هیچ نباشد، با همراهانش بحث و مناظره کرده خود را به دیوانگی زده از تعقیب اندیشه های غم‌آور نجات یابد. این خیل ماجرای خرسندی به من معقول نی، گفت حاجی سمیع هم از جا برخاسته. من غوغای جنگ و تلاش را دوست می دارم، خصوصا که بدیه کده یا که شهری فتح کرده شده داخل شوی، ناله و فریادی دشمنی زخم خورده، داد و فریادی زن و بچگانی وی، شرط شورتی سختارها، نعره مستانه زیری دستانی تو، چنان لذتی دارد که من از هیچ یک آپیره آن را گرفته نمی توانم. تو خونخوری کهنه، گفت انور قصداً بحث را تیزانیدنی شده. اگر به خانه قین و قصاص در آمده بینی که بلشویکان مرا به چارچوبه کشیده عذاب می دهند و من به خاک و خون جوریده می نالم و فریاد می کشم، تو همان لذت حقیقی را گرفتن می گیری. حاجی سمیع ابرو چین کرد. در حقیقت این مردی ظالم و بیرحم که این خصوصیت خود را یکی از حسن و برتری هایش دانسته فخر می کرد، اگر به منفعت خودش باشد، اگر به وی ضرری نرسد، از تصویر بالایی انور حذر نمی کرد، بلکه با لذت به جان دادن او سینچه می کرد و خرسند می شد که دیگر در راه بالاروی او در پیش رقیبی نیست. تو از تحقیر کردن برادری خود لذت میگیری انور، گفت وی در زیر لب و بیرون برآمد. نه، من از همه آوازها بیق بیق جوشیدنی دیگی آش را دوست می دارم، گفت محی الدین بیگ جاها را غنداشته ایستاده. این میزبانها چی شدند؟ نخواد که ما را به حالمان گذاشته به نمایش رفته باشند. نخواد که همین قدر بیرو باشند این بخاری ها، گفت انور. نه، انا کسی آمده ایستاده است. در حقیقت میزبان ها 2 نفر از خدمتچیان نظارت خارجی که انور در حوری مهمان پذیرایی آنها منزل کرده بود سلام داده از در داخل شدند و به غنداشتن جاگه مهمان ها به محی الدین بیگ یاری داده از سلامتی و کیفیت حال مهمان ها جویا شدند. سلامت باشید، گفت انور. در بیرون چی نویگری؟ نویگری نیست، گفت یکی از میزبان ها. امروز عید، اداره ها بسته، همه به نمایش ریگستان رفته ایستادند. ها، نمایش، گفت و انور از خانه برآمد. وقتی که آنها به سر دسترخوانی نهار نشستند، یکی از میزبانها به خاطر آورد. واقعاً می بخشید، گفت وی. 1 نفر آدم، سردار میلیتسی شهری ترمیز، حسن بیگ، گفت میزبانی دیگر. حسن بیگ؟
گفت قاشق را از دست مانده انور. برادرم حسن بیک کنی. وی در همین جا به فرمان شما منتظر شده ایستاده است. گفت میزبانی اوله: چرا تا به حال نگفتی؟ چرا او را، برادری مرا، معطل کردی؟ ما ندانستیم. موافق قانون و قاعده. قانون و قاعده به من این خیل قانون و قاعده لازم نیست. زود او را به اینجا حاضر کنید. یکی از میزبانان دویده از خانه برآمد و پس از فرصت با یک نفر مردی ترکی قد بلند، چشم و ابرو سیاه و تن و توشناک بوده، در تن لباسهای حربی داشت، به خانه درآمد. حسن بیک برادری عزیزم، گفت به استقبال او به پا خیسته انور. دیگران نیز به پا جهیدند. انور و حسن بیک آغوش به آغوش گرفته واخوردی کردند، همدیگر را بوسیدند. بعد حسن بیک با حاجی سمی و محیدین بیک واخوردی کرد. نخواد که این راست است، نخواد که من حسن بیک را می بینم، گفت انور. 21 روز در راهی تو چشمی انتظار داشتم. ما هنوز در باتوم از تو جویا شدیم، گفت حاجی سمی. به ما گفتند که تو در بخارا مکان گرفته ای. بله، گفت حسن بیک. در ترمیز، در شهری سرحدی وظیفه خوبی دارم. گرنیزان شهر در دست خودم. زیاده از 400 نفر سوار و پیاده نظام دارم. آفرین، آفرین، گفت انور. تو آمدنی مرا از کجا شنیدی؟ به تو خبر دادند؟ بله، گفت حسن بیک و با رمز و میزبانان نگاه کرده ماند و فهمانید که در نزد آنها گفتن ممکن نیست و علاوه نمود. همین که شنیدم شما آمده اید، آرام و قرارم را گم کردم و زود به سوی بخارا اسب دواندم. شب و روز دم نگرفته آمدم. سحر رسیدم بر در این حوری، ولی شما در استراحت بودید. عزیزم حسن بیک، چی نغز آمدی؟ گفت انور. چی در سری وقت آمدی؟ خصوصا که امروز دلم تنگی می کرد. تو آمدی، همه غم و غصه ها نیست شدند. خوب عزیزان، کنی دسترخوان را غون دارید و ما را مانید که کمتر درد و حسرت کنیم. میزبانان زود از جا برخاستند، دسترخوان را غون داشته بیرون برآمدند. با اشاره انور، محیدین بیک نیز با آنها برآمد که از حالشان و کردارشان با خبر شدن نماند که کسی به صحبت مهمانی کبار خلل رساند. خوش گپ زن کنی عزیزم، گفت خود را بروی دیوان پرتافته انور. احوالت، کار و بارت چطور؟ من در ترمیز قوه اندک باشد هم قوه با اعتماد جمع کردم، گفت حسن بیک. همیشه منتظر آمدن شما بودم. نهایت 3 روز پیش از این رئیس جمهور جناب عثمان خواجه افندی از بایسون با تلفن به من مخابره کرده فهمانیدند که شما در بخارا هستید. آن کس خیلی آرزوی دیداری شما را دارند. به من تلفن کردنشان هم محض برای همین بود. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 36-ро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.